دوستای گلم، من با خوبی کردن به هم نوع آدمای اطرافمون کاملا موافقم. کاملا هم با ارزش، خیلی هم خوبه. ولی تا چه زمانی؟ تا زمانی که به وظیفتون تبدیل نشه. ماها نمیدونم چرا یاد گرفتیم که همش سعی تو این داشته باشیم که همه آدمای اطرافمون رو از خودمون راضی نگه داریم. وقتی این اتفاق میفته شما اون حد و مرزات از بین میره. حد و مرزایی که برای شخصیت خودت قائل شدی. اجازه ندین حد و مرزاتون از بین بره. اجازه ندین هر کسی وارد حریم خصوصی شما بشه. انسان ذاتاً متجاوزه. یعنی شما یه قدم بری عقب، اون 2 قدم میاد جلو. پس فکر نکنید که اگر خیلی خوبی کردین